تصویب پیشنویس قانون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از سوی پارلمان باور و امید نهادی نشدن مردم سالاری در تاجیکستان را باز هم کمرنگ کرد. شماری هم بعد این طرح قانون دل از برگزار شدن انتخابات کنده اند. به عبارت دیگر به رهبر یکمری می اندیشند. برای بحث بیشتر در این موضوع رجب میرزا روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای رجب خیلی خوش آمدین. رجب میرزا 10 اوگوست سال 1973 در روستای انگورباغ ناحیه واسع تولد شده است. تحصیل ابتدایی را سال 1990 با مدال طلا در زادگاهش به پایان رسانیده است. فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. در نشریه‌های سروش و استاشنی اکسپرس، جمهوریت، نیروی سخن و مرکز خبری چرخ گردون کار کرده است. مؤسس و سردبیر نشریه روزی نو است. آخر سال 2005 به حزب دموکراتی تاجیکستان پیوست و 5 فوریه سال 2006 در کنفرانس این حزب رئیس آن در دوشنبه انتخاب شد. سال 2013 عضویتش را در این حزب قطع کرد. سال 2009 به حیث محرر رادیوی امروز به کار پرداخته، بعداً سردبیری اولین روزنامه مستقل تاجیکستان امروز نیوز را بر ذمه گرفت. سال 2011 مرکز تحقیقاتی بازتاب را بنیاد گذاشت. سال 2000 با جایزه کمیته کار با جوانان حکومت شهر دوشنبه قدردانی شد. سال 2004 ژورنالیست سال اعتراف گردید. عائله‌دار و صاحب پسر است. و می‌خواستیم مصاحبه ما را با این سوال شروع کنیم که یعنی در یک کشوری که قانون اساسیش میگوید که آن دموکراتی است و دادن عنوان پیشوای ملت یعنی برای رئیس جمهور آن کشور چه معنی میتونه داشته باشد؟ خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، پیش از همه باید همین نقطه را ذکر کنم که تا هنوز برای من منطق و معنای یا زیر معنای آن چیزی که امروز پارلمان تاجیکستان انجام داده نیست برای من نامفهوم یک ناروشن است. خب اصلا که من فکر میکنم اینجا بحثی دموکراتیا نیست، چون در تمامی نظام های دموکراتی ما همین گونه سابقه را نداریم. اگر از این دیدگاه بگیریم، بحث یک پیشوا، بحث یک داهی بیشتر خاص به نظام های یا کمونیستی است یا مذهبی. مثلا ما خوب در خاطر داریم که یک داهی پرولتاریات جهان داشتیم که با آن سپر یا لوای اساسی کمونیستان اتحاد شوروی و سراسر جهان بود. ولی اون هم یک نزاکت دیگر دارد که در هیچ قانونگذاری شوروی ما وا نخورده بودیم که این یک عنوانی یعنی معنوی یا طبیعی همین گونه بود، ولی اون که همین عنوان به طوری مثلا قانونی یا جامعه قانونی داشته باشد ما در هیچ قانونگذاری اون کشور ندیده بودیم. آنچه که ربط میگیرد به نظام های مذهبی تنها داریم آنچه که در ایران است که اونم جمع شده است در رهبری انقلاب اسلامی یا نماینده اون. ولی فرق میکنه. ببینید در هر دو نظامی که من صحبت کردم در اونجا حرف دموکراتیا نیست. یکیش هست کمونیسم که بر پایه اتوریتاریسم بیشتر وای میکند و دیگرش هست نظامی مذهبی. و آن چیزی که ما میبینیم امروز در سیاست های ایران حتی بیشتر از مخصوصیت های دارد که بیشتر از کشورهای دموکراتی هم ما در اونها میبینیم. محضی همین گونه حالت رو در کشوری مثلا کمونیستی مثل خیتای ما میبینیم. ببینید در جمهوری مردمی چین یا خیتای هیچ یک رهبر حق از 12 ساله یا 10 سال 5 ساله یا 10 سال بیشتر حق رهبری یا کاتبی گنرالی حزب کمونیستی خیتای را ندارد. نظامی همچنین در ایران هست
با وجود اینکه یک کشوری اسلامی است، نظامش اسلامی است و از خود مثلا به صفت جمهوری دموکراتی عنوان نمیکند، ولی هیچ یک رئیس جمهور حق ندارد که بیش از 2 دفعه رهبری کشور را به عهده بگیرد. البته در خطای رهبری ایدئولوژی به عهده حزب کمونیست واگذار شده است. همچنین در ایران هم ما میبینیم که نماینده ای مثلا رهبری انقلابی اسلامی حرف اخیره در سیاست ها میزند، ولی این کشورها حتما مایل ها یا جزئیات های دموکراتی رو به خود کسب کردن و برای چی مثلا امروز حدودی رهبری یک نفر بسیار مهم شده است در سیاست های جهانی، زیرا اکثری مشکل های جهان و مشکل هایی که بشریت را امروز جلب کرده است به همین موضوع مشخص شده است، در دایره همین موضوع مشخص شده است. یعنی معلوم است که رهبری طولانی مشکلی های زیاد به وجود می آورد و اگر امروز مشکلی رقم 1 جهان مثلا پیدا شدن بهار عربی باشد، اون هم در نظام های به وجود آمد که در اونها رهبران عادتاً سالهای طولانی بله در رأس حکومت بدن. ولی اگر ما برگردیم سر این که آیا این تا کجا با این دعوایی که از جانب پارلمان صورت گرفته است و البته تقریبا جامعه قانونی را در تاجیکستان گرفت، تا کجا این با معیارهای دموکراتی مخالفت میکند یا موافق است، از خود همان بهای سپیکر پارلمان شکرجان ظهوروف برمیاد که گفت این اقدام به معیارهای دموکراتی ضرر ندارد. بله. اگر که ضرر ندارد همین گونه ما منطقا همین گونه خلاصه را باید پیدا بکنیم که این خاص به نظام دموکراتی نیست. خب این اولین جزئیاتی که ما باید از همین خلاصه برداریم که این خاص به نظام دموکراتی نیست و ولی در نوبت خود نمیتواند ضرر بیارد به دموکراتی. در این صورت سوال دیگر پیدا می شود. بله، ما به این چیزا بهتر میرسیم، ولی اینجا بحثمون روی این شد که شما بحث پیشوای ملت رو و یعنی یک چیز در جامعه های مثال زدید که اونجا از دموکرات حرف نیست، یعنی شما کمونیسم مثال آوردین و یعنی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مثال زدین که اونجا از دموکرات حرف نیست. ولی در ما یعنی ماده یک قانون اساسی ما میگوید که تاجیکستان دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دونوی می باشد. یعنی میشد که پیشوای ملت نه تنها در جامعه کمونیستی و مذهبی بلکه در جامعه دموکراتی هم بیاریم. یعنی اینجا شما چی میتونید بکنید؟ من فکر میکنم که بیاین ما درباره جامعه هایی که مثل ما داریم تاجیکستان اونها را آیا در محیطی علمی و سیاسی دموکراتی میگوین یا نه. امروز یک مفهومی دیگری پیدا شده است، جامعه ها یا دولت های مخلوط یا گیبریدی که در اونها بعضی از عنصرهای دموکراتی هم هست، بعضی عنصرهای автокраتی هم. و عادتا گویا این گونه جامعه ها و این گونه دولت ها برخوردار میشن از هر دو معیار، ولی در نتیجه حاصلی هیچ چیزی ندارن و بسیار خطرزا هم هستند که جامعه از یک جانب نمیتواند خلاصه کند که این دولت ها این حکومت ها دموکراتی هستند، یا از جانب دیگر خلاصه کردن هم بسیار مشکل می شود که آیا اونها را автокраتی نام ببریم. و در جهان امروز مثلا حتی ما بعضی از کشورهای هم داریم که در اونها کشورهای اروپایی داریم که در اونها نظام منارخی یا شاهنشاهی فعال است، ولی در این کشورها اونها جنبه قانونی گرفتن، حقوقی گرفتن و این هم پیدا شده بود اصلا در اروپا بیشتر بعد از جنگ بزرگ وطنی که به سیاست‌های
تغییر سیاست‌های جهانی به همون دوره منسوب بود. امروز باقی مانده است تنها در حدود بریتانیای کبیر، ولی یک مخصوصیت دیگر دارد. مخصوصیتش و اون مخصوصیتش هم این است که در اونجا همون نظام‌های منارخی اصلا به طور نمینالی، بله اونها دست کوتاه دارن. بله در اونها مثلا نمیتونن که حکومت تشکیل بکنن، حتما پارلمان این کارو میکند و بسیار چیزهایی که خاصی جامعه دموکراتی است. خب از این دیدگاه یعنی شما جامعه تاجیکستان یک جامعه گیبریدی میدانید. بله. خب یعنی طبیعی است که این بحث پیشوای ملت مخالفان و طرفداران خود در جامعه پیدا کرد و این جامعه رسیم به یعنی موقع شخصی شما که شما در این دو جا در کجا قرار دارین؟ اگر من میتوانم که موقع خود رو همون زمان مثلا مشخص کنم که برای من متقاعد کرده توانم که چرا سری همین مفهوم ایست کردن، من هنوز متقاعد نشدم. خب من گفتم که در نظام کمونیستی مثلا همین گونه یک مفهوم بود، مفهوم داهی، ولی اونم جنبه حقوقی نداشت، در قانونگذاری ثبت نشده بود. ولی امروز ما میبینیم که پیشوای ملت در تاجیکستان نه یک عنوان بلکه مقام کردن میخواهند. خب اگر که گفتیم مثلا اونهایی که داهی داشتن یک ایدئولوژی مستحکمه حتما پیگیری میکردن و این ایدئولوژی حتما سیاست ها و نظام های جهانی را تغییر داده است. خب ببینیم هم انقلاب اسلامی ایران و هم آنچه که لنین در زمان خودش کرده بود نظام جهان را تغییر داد، جهان را به دو قطب حداقل تقسیم کرد. ولی امروز ما چی میخواهیم و چرا سری مثلا مفهوم پیشوای ملت باید ایست کنیم؟ مثلا در کشورهای اروپایی آخرین دیکتاتوری اروپایی نام میبرن از لوکاشنکو، ولی ببینید او هم بار پنجم است که با کرسی پرزیدنتی میشیند، ولی من در هیچ کجا مثلا وا نخوردم که لوکاشنکو برای خودش یگان عنوان یا مرتبه یا مقام نو اختراع کرده باشد. تنها گفت که من پرزیدنت، من حق دارم. اون که این دعوای او از جانب دیگران اعتراف می شود یا نمی شود بحث دیگر است. ولی چرا ما مثلا امروز من به همین سوال هنوز جواب پیدا نکردم که به جناب امالی رحمان چی چیز خلل میرساند که او پرزیدنت تاجیکستان باشه؟ شاید شما جواب خود در سخنان جناب شکرجان ظروف پیدا میکنید که گفت دادن پیشوای ملت برای رئیس جمهور الرحمن این قدری کردن کارهای فرزندان ملت است. این چیزم شما را متقاعد نمیکند؟ ببینید من یکی از شاید منقدان اساسی امالی رحمان باشم که همیشه درباره او مطلب‌های زیادی تحلیلی نوشتم و اکثرشون انتقادی هم. ولی در هیچ کجا مثلا من از این نقطه که امالی رحمان نقطه های اساسی، خب رکن های اساسی دولتداری ملی را برای ما یا در زمان عهد او پیدا شد هیچگاه صرف نظر نکردم. خب ما گفتیم که جناب امالی رحمان اولین مثلا صلح آورد. ما گفتیم که سرود ملی تاجیکستان در عهد او پیدا شد. گفتیم که نشانی تاجیکستان و همه عنصرهای دیگری خاص برای یک دولت در زمان رهبری او مخصوصا تا سال 2000 با وجود آمد. اما بیاید از این نقطه هم ما بحث کنیم که خب تا کجا مثلا آن چیزی که بسیار خنده آور هم بود از یک جانب یا خیلی غیر جدی بود که میگفتم مثلا تونل ها ساخت یا نمیدونم کیم کدام یک کارهای دیگری که یک حکومت یک رئیس جمهور این مسئولیتی او است، وظیفه او است که انجام بدهد. اونا را مثلا گفتن. من فکر میکنم که به آبروی جناب امالی رحمان چیزی را زم
نمیکند. شخصان مثل آتاتورک، جورج واشنگتن و ایندرا گاندی را مثال زدند. از این دیدگاه من یعنی شاید شما اون ناروشنی، آن ابهامی که است اینجا پیدا شود. شما یعنی عملکردها و یعنی کارهای این شخصانی که نامبر شدند، اینها چی کار کردن واقعا که عملکردهای یعنی رئیس جمهور رحمان را به اینا یعنی نسبت میدهند؟ ببینید، من تنها از جورج واشنگتن مثال میارم که او را به صفت اساسگذاری دولت امریکا میشناسم، چون قانون اساسی را محض در زمان او پیدا شد و وقتی که او از وکالت‌های کنستیتوشنی خود استفاده کرد و مهلت پرزیدنتی را مقرر کرد که 4 سالی و مردم مثل که در ما هم گویا وای شده است، مکتوب‌های مهنتکشان نوشتند، درخواست کردند که بیایید همین قالب میشکنیم و شما یک مرتبه دیگر روید به رأس حکومت. او همین کار نکرد، گفت که نه، اگر که من قانون اساسی را یک بار ویران میکنم، صدهای دیگر حتما این صدها مرتبه دیگر ویران خواهند کرد. و با همین یکم این که قانون اساسی در عهد او نوشته شد و دوم این که قانون اساسی را ویران نکرد. مثل همینه یا تا اندازه مثل همینه ما در سیمای پوتین امروزی هم میبینیم. ببینید، هرچند که جهان غرب امروز از پوتین به صفت یک نفری که غیر دموکرات است، خب دیکتاتور دارد، ولی سال 2008 وقتی که مهلتی رسمی و قانونی پرزیدنتی پوتین با آخر رسید، از جمله از آسیای میانه به قول سرکرده ها رفتن، از مثال اسلام کریموف، و گفتن که شما یک مرتبه دیگر به قانون اساسیتان تغییرات وارد کنید و یک مرتبه دیگر پرزیدنت باشید. گفت که من این کار نمیکنم، به قانون اساسی تغییرات وارد نمیکنم. این معنی یعنی که قانونیت پیدا کردن، قانونیت در جامعه و نظام در آوردن، این بسیار فاکتور مهمی است که یک شخصیت میکند این کاره. خب شما زیر به اساسگذار بودن جورج واشنگتن اشاره کردین و اینجا ما میشد که جناب امام علی رحمان یعنی بگوییم که او هم نیز اساسگذار یعنی دولت استقلال، یعنی دولت صاحب استقلال تاجیکستان است، یعنی و کنستیتوسیون پنجم یعنی تاجیکستان صاحب استقلال در دوران رحمان نوشته شده است. شاید این چیزها هستند که او را پارلمان یعنی مثل جورج واشنگتن، یعنی دو خاصیت جورج واشنگتن دارد. من بار دیگر میگم که خب آن چیزهایی که برای رکنهای دولتداری ملی جناب رحمان کرده است، این قابل بحث نیست و بوده هم نمیتواند. در زمانی بسیار دشوار آمده است، بسیار جوان بود. خب آن همون زینه های رهبری را که در زمان شوروی باید میگذاشت نگذاشته بود، یعنی جهانی سیاست و بازی های سیاسی برای او نافهما بودن شاید تا اندازه‌ای، ولی در آن همون لحظه خودش را توان و برای بسیاری ها در تاریخ نامه ها آمده است که او برای یک مدت معین، حتی برای 3 ماه گویا که رهبری را به دست میگرفت و خلاص، ولی از همین جریان مبارزه های قوی او را به یک شخصیت قوی تبدیل داد. اینجای بحث ندارد. خب ولی ما میبینیم که مثلا چون نظام، حتی ما بعد اینه که همین گونه دعوا پیدا شد به او مثلا عنوان یا مقام پیشوای ملت داده شود، الکی بحث‌های هم پیدا شدن که چرا چنین باید باشد. بگذاریم به سوال نوبتی ما، سوال دیگر ما، یعنی هنگام بررسی همین طرح، یعنی طرفداران امین طرح، یعنی طرفداران امین یعنی دقیق‌تر مؤلفان این طرح، یعنی گفتن که امام علی رحمان به این عنوان نیاز ندارد، این مردم هستند که یعنی نیاز دارند که رئیس جمهور رحمان چنین عنوان داشته باشد. یعنی از نظر شما در واقع آیا مردم به این چیز نیاز دارند که یعنی جناب رحمان همین عنوان پیشوای ملت داشته باشد؟ و گذشته از این زمانی که جناب رئیس جمهور رحمان به این عنوان میرسد، آیا
نیازهای دیگر مردم میتونن که برآورده شوند؟ من فکر میکنم که آن چیزی که در منبر پارلمان گفته شد و گویا از جانب یکی از مخالفان حکومتی امالی رحمان در این باره که نخدی پرزیدنت بلکه مردم تاجیکستان و دولت تاجیکستان نیاز به همین عنوان دارد، بیشتر یک تعبیر شاعرانه را میماند. تعبیر شاعرانه به این معنا که خب از این پیشتر هم یکی از تحلیلگرانی نزدیک به حکومت در همین باره اشاره کرده بود و گویا که همین مفهوم زیباتر برای مردم آشکار کرد که نه در اون شکلی که شما مثلا بررسی کردین بلکه در این شکل. ولی اساسناکی همین تصمیم من تا هنوز برای خود حس نکردم. بار دیگر هم میگم که خب اگر که مثلا یک پیشوا چه معنی دارد؟ گفتم که لنین جهان عوض کرد یا انقلاب اسلامی ایران هم جهان دیگر کرد، یک دولتی نو به وجود آورد، نظامی نو به وجود آورد. اما خب تاجیکستان و الیتی که ما داریم، الیت حکمرانی که ما داریم، از این پس باید چی را تغییر میدن؟ چی مثلا نوگانی های در سیاست های داخلی و خارجی با وجود میارن؟ این هم در حالی که خود منطقه آسیای میانه در یک ماورای بسیار بزرگی گیوپولیتیکی و گیوستراتژی قرار دارد و واقعا هم تشابه های بسیار صمیمی و دوربینانه رو میخواهد. ولی متاسفانه ما نمیبینیم که در همین منطقه، در منطقه آسیای میانه به غیر از قرقیزستان کشورهای دیگری داشته باشیم که نزدیک به معیارهای دموکراتی باشند. حتی تلاش نمیکنند. حتی تلاش اونها را ما نمیبینیم. خب برای همین بسیار دشوار است. من نمیدونم که امروز با چی اساسناک میکنن، ولی باید انا همین نظام هایی که در آسیای میانه هستن باید، من فکر میکنم که امروز در اون ماجرایی که امروز جهان به خودش مشغول داشته است، در مثال دولت اسلامی، باید درک کنن یک کانسپسی یگانه در همین زمینه باید داشته باشن که برخورد اونها با همین وبای نوی عصر چگونه باید باشد. چون اصلی مشکلی هایی که کشورهای دیگر فرا گرفته بود، گفتیم مثلا بهار عرب این چیزا، در کشورهای با وجود آمد که نظامشان مثل ما بود، در اونها راهبرانی دراز مدت حضور داشتن. خب از نگاه اجتماعی اون کشورهای هم مثلا وجود داشتن که خیلی پیش رفته بودن، مثلا مثل قذافی که برای مردمش اینقدر رفاه اجتماعی را فراهم، بله، افضلیت های اجتماعی را با وجود آورده بود، ولی این هم نتوانست سری راهی این ویروس گرفته باشد. و امروز ما میبینیم که حدودی 4-5 هزار نفر به حساب رسمی، ولی شاید از این هم بیشتر، از آسیای میانه به دولت اسلامی پیوسته است. ما میبینیم که خب اونها هرچی بیشتر نزدیکتر هم میشوند، مثلا بر اثری بازی های گیوپولیتیکی که در منطقه هست، ولی ما نمیبینیم یک کانسپسی یگانه ای که کشورهای منطقه آسیای میانه در مجموع دارن که چگونه مبارزه ببرن و باید چیکار کنن. اونها اصلی همون مشکلی هایی را دارن که در جهانی علاقه گرفتاری اون وبا را داره، ولی ما این رو ندیدیم. و درباره خدمت های جناب رحمان ما گفتیم علاقه این جای بحث ندارد، ولی ببینید انا همون اگر که دعوای مؤلفان این است که امروز دولت تاجیکستان نیاز به همین عنوان دارد، این معنای اون شاید به همین معنا باشد که امروز امامعلی رحمان میتواند ان همین دولت حفظ کنه. ولی بر اساس چی؟ بر اساس چی؟ این
سوالی بسیار باید جوابی باید مشخصی خود را داشته باشد که متاسفانه ما تا هنوز نشنیدیم. ولی امروز مردم، گروه های اجتماعی آماده هستند که در اطراف همین حکومت با همه خوبی هاش، با همه کاستگی هایی که دارد جمع شوند. حتی مخالفان سرسخت امام علی رحمان مثلا برای او دائم از راه گفتگو دیالوگ صحبت میکنند. ولی ما همین احساس نمیبینیم که از جانب حکومت خوب شده باشد. یعنی فکر میکنید که درهای مکالمه تا کدام باز هستند؟ اگر که امروز حرف سری مکالمه ملی می رود که در اطراف یک شخصیت جمع شوند و توانند که با انمون وبایی که جهان فرا گرفته است مبارزه یک جایه ببرند، همین است. یعنی که متحدی در اطراف یک کس با ارزش های دموکراسی و ارزش های ملی.